سلام دوستای خفن. امروز اولین ویدیو آموزشیمون هستش در مورد دویدن. ما میخوایم تقسیم بندی دویدن رو با همدیگه مرور کنیم. ما کلا 3 فاکتور داریم برای تقسیم بندی دو. یکی از لحاظ تمرینه، یکی از لحاظ مسافته، یکی از لحاظ سطحی که روی اون میدویم. خب در مورد مسافت، منظورم مسافت‌های المپیکی و مسابقات جهانی هستش که تقسیم بندی میشه، مثل دو سرعت، دو نیم استقامت و دو استقامت. دو سرعت 3 تا مسافت مسابقه‌ای داره: 100، 200 و 400 متر که یکی از نامآورای این رشته و رکورددار 100 متر و 200 متر جهان یوسین بولت که بدنهای خیلی عین بدنساز کارا هستن، بدنهای خیلی یوغوری دارن و سیستم هوازی که استفاده میکنن فسفاژنه که توی کمتر از 10 ثانیه 9 ثانیه 100 متر رو میدونن. تقسیم بندی بعدی میشه نیم استقامت. نیم استقامت 800، 1500 و 3000 متر با مانع هستش و تقسیم بندی بعدی میشه استقامت. استقامت از 3000 متر شروع میشه تا 42 کیلومتر. مسابقاتی که خیلی معروف هست برگزار میشه 5 کیلومتر، 10 کیلومتر و ماراتون هستش و 21 کیلومتر هم که برگزار میشه. سالانه هزاران مسابقه ماراتون داره برگزار میشه در جهان و هر روز داره به این تعداد افزایش پیدا میکنه که نامآورترین دونده‌ای که تو این چند وقت اسمش رو میشنویم الیوت کیپچوگه هستش که یه بار به صورت غیر رسمی زیر 2 ساعت دویده ماراتونو، ولی به صورت رسمی کیپتون تونسته 2 ساعت و 35 ثانیه این مسافت رو بدوه و هر مسافتی بالای 42 کیلومتر باشه میشه اولترا ماراتون. بعد این شد تقسیم بندی از لحاظ مسافت و مسابقاتی که برگزار میشه. در مورد تقسیم بندی از لحاظ سطح و شرایطی که تو میدویم میشه در مورد جاده و تریل تقسیمشون کرد. هر دویدنی که توی سطح آسفالت و مسیری که انسان ساخته انجام بشه میشه رود رانینگ یا اون جاده. هر مسابقه و دویدنی توی جاهایی که دست انسان ساخته نشده باشه مثل خاک و جنگل و کوه و اینا میره تو دسته تریل. حالا همین تریل چند تا تقسیم بندی داره، مثل ماونتین رانینگ، اسکای رانینگ که این اصلیاشه و یه سری مسابقاتی که زیر مجموعه اینا هستش. حالا اینا با هم چه فرقی داره؟ یکی از چیزایی که الان هست همینا رو ما به اشتباه جای همدیگه به کار میبریم. تریل که شد تمام دوهایی که توی طبیعت انجام میشه، کوه، جنگل، کویر و کوه. حالا اگر به صورت اختصاصی فقط توی کوه انجام بشه میشه ماونتین رانینگ. اگر یکم بهش قانون بدن، یکم بهش چارچوب بدن که زیر نظر فدراسیون جهانی اسکای رانینگ ISF بهش بدن میشه اسکای رانینگ که این قوانین اینه که میگه باید بالای 2000 متر بشه سطح شروع استارت و شیبشون بیشتر از 30% بشه که تمرکزشون روی شیب و ارتفاعه که میشه اسکای رانینگ. حالا اسکای رانینگ خودش یه سری زیر مجموعه داره: اسکای ریس، ورتیکال ریس، اسکای ماراتونه و یه سری مسابقات به این تفاسیر که مسابقه اسکای ریس 20 تا 30 کیلومتره، مسابقه ورتیکال ریس 1000 متر شیب میگن تو کمتر از 5 کیلومتر، اسکای ماراتون هم بین 30 تا 40 کیلومتره با همون شیب و با همون سختی ولی توی مسافت 30 تا 40 کیلومتر و اولترا هم هر مسافتی که بالاتر از 42 کیلومتر باشه میره تو دسته بندی اولترا ماراتون. این شد کل دسته بندی‌های ورزش‌ها از لحاظ مسافت و سطح. از لحاظ نوع تمرین هم زیاد شنیدیم، هوازی‌هایی که میگن ایزی ران، تمپو، اینتروالایی که میدونن میشه یا LSD لانگ اسلو دیستانس. این هم میشه از لحاظ نوع تمرین. حالا با چه زوم بندی باشه، چه دوی کی انجام بشه رو در ویدیوهای بعدی به صورت ریز بهش میپردازیم. با ما همراه باشید.